آیه دیگر به شأن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله و ملائکته، همانا خدا و ملائکه خدا خیلی مهمه. او کسانی که میگن با پیامبر شما غلو نکنید، ما به پیامبر غلو نمی کنیم که پیامبر را به عنوان خدا معرفی کنیم برای جامعه. پیامبر را گفتیم که پیامبر چنین شخصیتی هست که بعد از خدا بزرگ توی ای محمد، قصه مختصر. اما این که بعضی دلیل میگیرن که با پیامبر غلو نکنید، مثل که نصرانی ها غلو کردن. نصرانی ها خیلی غلو کردن به حضرت عیسی. رسول خدا میفرمایند لا تطرونی كمطرأة النصارى كعيسى ابن مریم ولكن قولوا عبد الله و رسوله. شما غلو نکنید مثل که مسیحی ها غلو کردن، حضرت عیسی را پسر خدا گفتن. شما هیچ وقت من محمد را میگویند پسر خدا نخوانید. هیچ مسلمانی در دنیا امروز پیدا نمی شود، هیچ مسلمانی در هیچ گوشه دنیا پیدا نمی شود. تمام دنیا را که بگردیم مسلمانی نیست که بگوید محمد نعوذ بالله او پسر خدا هست. دوستا به صحبت متوجه باشند. کفتر هست، مخلوق خداست، او هم شاید یک عاشق باشد. بحث حب الرسول صلی الله علیه و سلم هست. هر کس در دنیا عاشق هست. رسول خدا خیلی عاشقانی داشتن. یکی روزی شتری آمد به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، فریاد زد، عرض حال کرد. رسول خدا گفتن ای شتر چی میگویی؟ گفت که صاحب من میخواهد که مرا ذبح کند، ولی من از چنگش فرار کردم و از او هیچ وقت دستور نگرفتم. رسول خدا صاحبش را صدا کردن، گفتن چرا چنین هست و او را آزار میدهید؟ شتر عرض حال خود به رسول خدا کرد. یکی از معجزات رسول خداست. گفت ای رسول خدا، از صاحب من شما تضمین بگیرید که او نماز بخوانه. او بی نماز هست، من با او به حرفش و به قولش عمل نمی کنم. ببینید یک شتر هم می آید به محضر رسول خدا، عرض حال می کند. استون حنانه یک چوب بود، عاشق رسول خدا بود. خیلی از این عاشقان زیاد رسول خدا از همه مخلوقات، انسانها که باید عاشق باشن، امتشان باید عاشق باشن، مخلوقهای زیادی. همون شاعر چی زیبا میفرماید، همه آهوان صحرا سر نهادن بر دشت، یک چیزی هست به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم آهوها سر میگذاشتن که کاش ما شکار رسول خدا بشویم. از معجزات رسول خداست. زمانی که رسول خدا در منا شترها ذبح میکردن، حدیث صحیح هست شتر را اگر امروز ذبح کنن چقدر باید چند نفر دست و پای شتر را بگیره؟ حداقل باید 3 نفر 4 نفر دست و پای شتر را ببندن و بالاخره چون زیر کارت هست. زمانی که رسول خدا شتران را ذبح میکردن، شترها یکی از دیگر سبقت میگرفت که باشه ما زودتر زیر کارد رسول خدا بیاییم. عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست، تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست. آنها عاشق رسول خدا بودند. چون این پرنده آمد داخل مسجد، حواس اکثر دوستها مشوش شد و به همین ترتیب اشاره بود جز این صحبت. پس بناءً متوجه صحبت دوستا باشن که ارتباط به محبت به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست. آیه قرآن می فرماید ان الله و ملائکته، همانا خدای تبارک و تعالی، خدایی که به او همه عظمت و بزرگی هست، و ملائکه خدا. حالا خدا و ملائکه همه چه کار میکنن؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درود میفرستن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا
ای کسانی که ایمان آورده اید، من و شما را مخاطب می کند. خدایی که به او همه عظمت و بزرگی بر پیامبر درود می فرستد، ملائکه‌ای که مخلوق لطیف و لفیف پروردگار عالم می باشند، آنها بر رسول نازنین درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما هم درود بفرستید با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس این پیامبری که به نزد الله چقدر محبوب هست و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چی ارزش والا و بالای به نزد الله سبحانه و تعالی دارند. پس امروز ما چقدر از گوشه و کنار قضیه های دلخراش را میشنویم و امت اسلام متحمل میشوند و تحمل میکنند. آیه دیگر میفرماید، ادامه همین آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، همانا کسانی که اذیت میکنند خدا و پیامبر را. حالا چی این اذیت زبانی باشد، این اذیت چی قولی باشد، این اذیت چی فکری باشد و چی فیزیکی باشد. در صدر اسلام تعدادی از مشرکین پیامبر را با شمشیر اذیت می‌کردند، تعدادی از کفار با زبان اذیت می‌کردند و تعدادی از کفار با قول خود اذیت می‌کردند. خلاصه به هر ترتیبی که میشد پیامبر را کفار اذیت می‌کردند. اینجا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، او کسانی که خدا و پیامبر را آزار و اذیت می‌کنند. حالا خدا را چگونه اذیت می‌کنند؟ مفسرین می‌فرمایند همین که پیامبر را کسی آزار بدهد مثل این است که الله سبحانه و تعالی را آزار و اذیت کرده است. حالا اینا چی جزایی دارند؟ او کسی که پیامبر را اذیت می‌کند، اگر ما دروازه رو وا کنیم بلکه بیرون بشه، گوش برادرها تفرقه نشه. او کسانی که الله سبحانه و تعالی را اذیت می‌کنند، آنها چی جزایی دارند؟ آنهایی که پیامبر را اذیت می‌کنند، آنهایی که بر پیامبر توهین می‌کنند. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره، آنها مورد لعنت پروردگار عالم قرار میگیرند در دنیا و در آخرت. حالا او کسانی که در هر گوشه از دنیا هستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را آزار میدهند و برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توهین میکنند، آنها بدانند که نه تنها در آخرت بلکه خدای تبارک و تعالی میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهینا. برای او انسان هایی که پیامبر را آزار و اذیت میکنند و برای پیامبر توهین میکنند، برای اونها الله سبحانه و تعالی عذاب خار کننده و ذلیل کننده آماده کرده است. آیه دیگر میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، او کسانی که مسلمانان را و مؤمنین و مؤمنان را، مردان مسلمان و زنان مسلمانان را آنها اذیت میکنند بغیر ما اکتسبوا، بدون اینکه مسلمان ها گناهی داشته باشند. آنها بدانند که فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، آنها حمل کردن یک بهتان بزرگی و یک معصیت بزرگی. آنها بدانند که به روز قیامت جزای سختی برای آنها آماده شده است. پس این از سروران عزیز و بزرگوار باید که ما از این آیات قرآن با خبر باشیم که هر انسانی که پیامبر را آزار و اذیت می کند برای او در دنیا و در آخرت لعنت شده و او انسان از جمله کفار بیان شده. کسی که آزار پیامبر را دوست دارد نعوذ بالله من ذلک و انسان کافر هست. آیه قرآن می فرماید فَإِنْ تَوَلَّوْا،
ای پیامبر اگر از تو کسانی که پشت کردند و کسانی که به قول تو عمل نکردند و کسانی که به تو توهین کردند این را بدان، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین، اونها کافر شدن و اونها کافرن. خدای تبارک و تعالی دوست ندارد کفار را. خدای تبارک و تعالی دوست ندارد او انسانهایی که پشت به طرف پیامبر و پشت به طرف قول پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند. ارتباط به این که ما چقدر به پیامبر محبت داشته باشیم، خود رسول خدا می فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد یکی از شما، او انسانی که حتی اکون احب الیه، تا این که من دوست داشتنیتر و محبوبتر نباشم به نزدش، من والده، از پدر و مادر، و ولده، از اولادش، و الناس، از مردمان، اجمعین، از همگی. وقتی ما اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از پدر و مادر خود و از اولاد خود و از تمام دوستان و اقوام و خویشاوندان خود و از همه انسان ها اگر ما رسول خدا را دوستتر نداشته باشیم، در ایمان ما خلل هست. او مسلمانان صدر اسلام حضرت حذیفه وقتی می آید به کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، پدرش کافر هست، در غزوه بدر در آنجا با شمشیر حذیفه، حضرت حذیفه هست، با پدرش رد و بدل می شود. چنان عشق با اسلام و با پیامبر دارد، چون پدرش کافر هست در مقابل پدر استاده می شود تا اینکه پدر را به جهنم می فرستد. این عشق اسلام هست. نگفت که تو پدر من هستی، نگفت که تو کسی هستی و بالاخره من به دامان تو تربیه شده ام. و خیلی پدران در صدر اسلام به خاطر دین الله از فرزندان خود و از جان و مال خود از همه گذشتن، ولی از اسلام نگذشتن. به این حدیث رسول خدا عمل کردن. رسول خدا می فرمایند ایمان ندارد یکی از شما تا این که من محبوبتر نباشم به نزدش از پدر و مادرش، از اولادش و از همه مردم. بیاییم یک لحظه ما متوجه شویم که چقدر رسول خدا را دوست داریم، چقدر رسول خدا، رسولی که به نزد الله چقدر قرب و منزلت دارد. پیامبری که گفته شده و انک لعلی خلق عظیم، پیامبری که گفته شده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبری که گفته شده در شأنش که ای پیامبر تمام دنیا را به خاطر تو پیدا کردم. ای پیامبر، پیامبری که در شب معراج در اون سفر جسمی و روحانی و روحی زمانی که با الله سبحانه و تعالی ملاقات می کند، او پیامبری که بهشت و جهنم را دیدار می کند و ملاقات می کند و می بیند و اهل بهشت و اهل جهنم، پیامبری که این همه قرب